با سلام و درود با یکی دیگر از برنامه‌ها با کانال نیکا خوش آمدید. قاره‌ای که ما رویش زندگی می‌کنیم مکان‌های خطرناک زیاد دارد. یکی از این مرگبارترین و خطرناکترین جزیره‌های دنیا را امروز می‌بینیم. دوستان عزیز، چطوری که میدونید شرکت آزیا مارکت طولی چند ماه است که با بلاگران مشهوری تاجیکستان همکاری دارد و آزیا مارکت به مثل همیشگی در فکر مشتریان خود است. از همین سبب شرکت آزیا مارکت از همین روز عبارتاً سر کرده تا 24 فوریه بخشیده بر روز ارتش ملی در همه داروهای خود 15% تخفیف میکند. دارو برای فربه و خرابشوی، برای ریش و موی سر برآوردن، برای خنک زدگی و قوی کردن مردانگی و باز اینچنین دیگر داروهای گیاهی اورجینال را پیشکش میکند. شما میتوانید خود حاضر به نمرهای در روی اکران زنگ زده همه داروهای گیاهی اورجینال شرکت آزیا مارکت رو با 15% تخفیف خریداری کنید. ایلا دی کویما دا گرانده، یعنی مرگبارترین جزیره دنیا. مالک این جزیره کوچک برزیلیا به حساب می رود و در نزدیکی ساحل های این کشور قرار گرفته است. اما لقب این جزیره اسنیک آیلند یا جزیره مارها است. خب، از نامش معلوم است که این جزیره پر از مار است. مارهایش هم شوخی را نمیفهمند. مارهای خطرناکترین به حساب می روند. و از طرف دیگر نسل آنها در حال نابودی است. به همین خاطر دولت برزیلیا ورود همه انسان ها را به این جزیره منع کرده است. چون که به هر حال مشکلی به وجود خواهد آمد. یا مارها آدم ها را میکشند و یا آدم ها مارها را میکشند. اگر نیتی رفتن به این جزیره را داشته باشی، باید اجازت نامه بگیری و سبب قانع کننده داشته باشی. یا پژوهشگر باشی و یا یکی از کارکنان نیروی دریایی برزیلیا باشی. پژوهشگران که آنجا رفتن میخواهند حتما باید نیروی دریایی آنها را به جزیره ببرد و در درون جزیره هم همراهشان بگردد. حالا این قانون ها را یک طرف مانده تصور میکنیم که ما میخواهیم به آن جزیره رویم. باید بدانید که این جزیره از ساحل برزیلیا 33 کیلومتر فاصله دارد و با شنا کردن به آنجا نمیرسیم. مثلا اگر از آببازی خسته نشویم و یا نفسمان تنگی نکند، پس حتما یک نهنگ آمده ما را یک لقمه کرده میرود. وسعت جزیره هم زیاد نیست، فقط 430,000 متر کوادرات است. یعنی به اندازه کوچکترین کشور دنیا واتیکان است. اما واتیکان پر از پیشوایان دینی است و اینجا پر از مار است. بیشتر مارهایی که در جزیره میبینید مخصوص هستند. یعنی این مار که گلدن لنس هد پیت وایپر است، ترجمهش کبرای سرنیزه طلایی می باشد، فقط در همین جزیره وجود دارد. این مار خیلی خطرناک است و هرچند که تعدادش کم نیست، اما به خاطر که تنها در همین جزیره وجود دارد، نامش را بر روی خط مارهایی که نسلشان در حال نابودی است نوشته‌اند. میگویند هزاران سال پیش این جزیره به برزیلیا پیوست بوده است و وقتی با گذشت سالها سطح آب دریا بلند می شود، جزیره از برزیلیا جدا شده است و به همین خاطر این مار تنها در همین جا باقی مانده است. دانشمندان عقیده دارند که با گذشت سالها زهر این مار با قوت‌تر شده است. چون که وقتی در خاک برزیلیا زندگی میکرد، تمام نماد طعمه ها را میخورده است. اما وقتی در جزیره تنها میماند، مجبور میشود که فقط پرنده ها را شکار کند. به همین خاطر زهرش خطرناک میشود. رفتن به این جزیره تا حد خطرناک است که حتی دانشمندان هم خواهشی رفتن به آنجا را ندارند. به همین خاطر آماری در دست بوده درباره تعداد این مارها در جزیره نادرست است یا اینکه آماری عمیق نیست. چون که هر کس برای حساب آنها به جزیره رود سالم بر نخواهد گشت. فقط تخمین میزنند که در این منطقه خرد 430,000 دانه از این مارها وجود دارد. این رقم واقعا ترس‌آور است. یعنی در هر متر کوادراتی یکی از این مارها وجود دارد. این مارها خرد هم نیستند. خردترین آنها 50 سانتی متر درازی دارد. یعنی اگر در این جزیره در هر جایی که باشی با یکی از این مارها 1 متر فاصله داری.
ترس انسان ها باعث شده است که این مار تا حال انسانی را نش نزند، چون که آدمان عادی به آنجا نمی روند و آنهایی که می روند حتما لباسی می پوشند که نش مار به آنها تاثیر نکند. در هر جای دنیا اگر یک مار زهری معمولی انسان را نش زند، همان لحظه به بیمارخانه برده شود، خطر مرگش 7% را تشکیل می دهد. اما اگر این مار کبرای سرنیزه‌ای طلا رنگ آدم را نش زند و فوراً به بیمارخانه برده شود، خطر مرگش 35% را تشکیل می دهد. زهر این مار به گونه است که برابر وارد شدن به بدن حجره ها را ویران می کند. مارهای زیادی در این جزیره زندگی می کنند، اما سلطان آنها همین مار طلا رنگ است. این جزیره ساحل ندارد و برابر رسیدن به آن جنگل سر می شود و مارها را خواهید دید که به سوی تو حمله برده ایستاده‌اند و فرصت یا جایی برای گریز نداری. هر قدر که به داخل جنگل درآیی، همان قدر جنگل انبوه‌تر و مارها بیشتر می شوند. و به جایی می رسی که مارها به هم پیچیده و گره خورده‌اند. در این جزیره خوراک برای خوردن نیست مگر اینکه پرنده یا گوشت مار بخوری. اگر خواهی پرنده را داشته بخوری، چند مار تو را خواهند خورد. و اگر خواهی گوشت مار بخوری، یک مار را میکشی و دیگر مارها به سراغت خواهند آمد. یک چراغ دریایی در بین جزیره وجود دارد که نظامیان آن را برای خود ساختند و اگر خواهند که در آن جزیره بمانند، در بالای این ساختمان میخوابند. در داخل این چراغ دریایی زینه‌پایه‌ای هست که با واسطه آن بالا میبرایند و مارها از آن برآمده نمیتوانند. در این جزیره یگانه آب شیرین آب باران است که در یگان چقوری جمع شده باشد. البته آن جایی که آب هست، مار هم هست. در فیلم ها دیده اید که کشتی زیر آب میماند و مسافرانش به جزیره رسیده زنده میمانند. اما اگر به این جزیره رسیده باشند، پس به تقدیر بودند. بین این همه جزیره های دنیا به این جزیره رسیدن یگان امیدی زنده ماندن ندارد. مارهای این جزیره مخصوص هستند و در یگان جای دنیا دیده نشده‌اند. چون که آنها میلیون ها سال پیش در امریکای جنوبی میزیستند و نسل آنها نابود شده است. یگانه بازماندگان آنها در این جزیره زنده مانده است. این جزیره به مثل یک ویترین مارهای خطرناک و مخصوص شناخته می شود. من عموما خواهشی رفتن به این نمایشگاه و دیدن این ویترینه را ندارم. شما چی؟